زمانی ماتم و سوگواری برای کردهای سوریه برای قربانیان جنگ‌های اخیر می‌گیرند. 11,000 نفر آنها در جنگ با داعش کشته شدند و آرزوهای خود را به خاک بردند. یک آرزویشان منطقه مختار با نام روژاوا است. روژاوا آرمان ماست. آرزو داشتیم امن می شود. شب در کوچه خوابیده می توانیم و دکان‌هایمان همیشه باز می مانند. حالا اینجا امنیت نیست. تقریبا یک ماه پیش امریکا ناگهان گفت شمال و شرق سوریه را ترک می کند و با همین کردها یک شریک کلیدیش در جنگ با ضد داعش را تنها گذاشت. ترکیه هم عملیات را در سوریه شروع کرد. در این جنگ ها صدها نفر کشته و صدها هزار نفر بیجا شدند. بعد از موافقه با روسیه، ترکیه حمله ها را بس کرد. در این جای پر از آدم کودکان روی زمین می خوابند. فقط 2 بستر دارند. بعد از چندین سال بار اول است که حکومت سوریه این منطقه کرد نشین را با کمک روسیه محافظت می کند. مردم بیم دارند آزادیشان محدود می شود، ولی از ختم حمله ها خوشحالند. خصومت بین کردها و ترکیه بسیار عمیق است. ما فرزندان این سرزمین هستیم و تا ریختن آخرین قطره خونمان اینجا میمانیم. این زمان کارشناسان میگویند در میان بیبندوباری جنگجویان دولت اسلامی نیرو میگیرند. سربازان کرد میگویند از مناطق زیادی که تا چند هفته پیش در دست داشتند بیرون شدند و آیندهشان نامعلوم است.